سلام، 4 مهر 1403 5:30 صبح من بیدار شدم. 2 ساعت تمرین زون دوچرخه سواری داشته باشم. اینجا قهوه رو تو این دمیا میذاریم آماده بشه. تو آینه کمی خودمون رو ببینیم که متعجبم چرا اومم شاید مشکل. و اینجا تخم مرغ رو برمی‌داریم از محصولات بسیار خوب. 4 تا تخم مرغ داریم اینجا، یه دونش رو برمی‌داریم به عنوان پروتئین قبل تمرین و ستای دیگر رو دو جوری میچینیم تقارن حفظ بشه، چون اگر نشه دنیا به آخر میرسه. یه دونش رو برمیداریم میبریم میذاریم توی داستان وسط باشه حتما برای پخت. 2 شاخه رو میذاریم به داستان و درش رو میذاریم بپزیم. سلام و صبح بخیر عرض کنیم خدمت شیما خانوم. بله، نهایت توجهشون تکون دادن گوش بود. دست چرا سیاه دختر جان؟ برنج و تخم مرغ با قهوه و کره بادام زمینی و یه دونم نون توست به عنوان کربوهیدرات قبل داستان. ودکا رو برمی‌داریم میریزیم تو بطری دیگه. اصالتا چون ما روسی هستیم با گرگ ها بزرگ شدیم باید باشه این کمی خودمون تو آینه برانداز کنیم. به بچه برای هیکل رو فلان. رسیدیم فریدون کنار، یعنی یه دونه ویدیو از مسیر توی مسیر گرفته نشد. این هم روده نمیدونم چیه، از وسط فریدون کنار رد میشه. هوای بسیار خوب، آسمون هم قشنگ و اینها. بعد یه دونه از این پروتئین بارا بگیریم بخوریم که انرژی داشته باشیم. این هم مسیر برگشت خروجی ابتدایی شهر فریدون کنار. از این ویدیوهایی که مثلا داریم رکاب میزنیم مثلا معلوم نیست رکاب تا اینجا اومده دربست نگرفته باشه. این هم نمیدونم چی موتوری رد شد، کامیون رد شد. اینجا ما یه لحظه گرخیدیم که فلان و اینها. خیلی خوشحالیم. پس زمینه بسیار زیبا قشنگ و بارون هم میبینید که گرفته داره نم نم میباره. 54 کیلومتر 2 ساعت و 12 دقیقه 24 و 6 کیلومتر بر ساعت متوسط. این هم وضعیت دوچرخه، چون که بارون گرفت به این وضعیت اسفناک. کلا باید دوچرخه رو تمیز کنی. خداحافظ.